سراغ یه مطلب دیگه. ببینید شما اینجا 3 تا شکلک دارید. هر شکلک رو یک لایه میتونیم اسم گذاری کنیم. لایه یعنی چی؟ من مثال کتاب رو میگم. هر برگ کتاب رو یه لایه حساب میکنید. شما ورق میزنید، میرین ورق بعدی، لایه بعدی، لایه بعدی. خب اونا الان 3 تا شکلکن، یعنی 3 تا لایه روی هم قرار گرفتن. اگر من بخوام لایه آخر رو یعنی آدمک رو، شکلک آدمک رو روش کلیک کنم، اگه من نگهش دارم و کلیک کنم میاد روی لایه های جلوتر قرار میگیره. مثلا بخوام اختاپوس بیاد جلوتر، دستمو بذارم روش، یه دقیقه کلیک کنم، همونجا نگهش دارم، ببینید نگهش دارم، زب در اومد، پاکش نکنید. این میتونه باعث بشه بیا جلوتر. مثلا لوبیا بدون اینکه از جاش تکون بخوره چند ثانیه نگهش دارید، زب در میاد، پاک نکنید. ما نمیخوایم از مکان اولش تکون بخوره، فقط میخوایم لایش جلوتر و عقب‌تر قرار بگیره. فرض کن مسابقه است، میخوایم بگیم که به ترتیب وایسیم. خب اگه اینجوری باشه، مثلا پای لوبیا روی سر اختاپوس باشه، مناسبه؟ خب نه. پس من نمیخوام جاشو عوض کنم، میام دستم رو اختاپوس میذارم، چند ثانیه نگه میدارم، بعد که زب در اومد پاک نمی کنم. این باعث میشه به ترتیب لایه ها قرار بگیرن و در مکان خودشون هم باشن. نکته بعدی اینه که هر شکلکی اسمای خودشو داره که بعداً یاد میگیرین چطوری اسماش هم عوض کنید. مثلا اسم لوبیا تیکه. و دیگه نکته بعدی اینه که شما میتونید الان برین سراغ این که شکلک شما یه حرکت دیگر رو هم انجام بده، ولی به نظر من فعلا برین هر تعداد شکلکی که میخواین تو داستانتون قرار بدین و فقط بهش بگین حرکت کنه به سمت راست. اینجا الان ببین هواپیما رو آوردم، حالا بعداً یاد میگیم چطوری شکلش کوچیک بشه، چطوری حرکت کنه به سمت بالا پایین. ولی الان این نکاتی که گفتیم رو تمرین کنید. خب الان من دوباره رو آدمک کلیک کردم، اومد جلو، رو لوبیا کلیک کردم، روی اینم کلیک کردم، به ترتیب لایه لایه قرار گرفتن. نکته بعدی اینه که اگر من برای شکلکم دستور ننویسم، قطعا هیچ کاری برای من انجام نمیده. پرچم خالی هم هیچ کاری نمیتونه انجام بده. پرچم در واقع داره یه کاری رو بهمون میگه شروع کنیم، اما چه کاری رو باید تعریف کنیم، باش صحبت کنیم که ما میخوایم بریم به سمت راست. حالا کد بعدی کد حرکت به سمت چپه. شما میتونید به جای راست از کد چپ استفاده کنید، فلش سمت چپ و هر عددی که میخوای برش بنویسید. فقط اینکه این وقتی سمت چپه بیارینش راست، حالا به کلیک کنید میره به سمت چپ. خب یه نکته دیگه، الان شکلک من مثلا لوبیا، صورتش اگر دقت کنید سمت راست رو داره نگاه میکنه، روش کلیک میکنه. اگه میخواین فقط صورتش سمت چپ بشه، دکمه سمت چپ رو یک بار کلیک کنید، دستور سمت چپ رو بازگشت رو بزنید یا سر جای اولش. مثلا به فرض کن اینجاست، خب میگی میخوام راست رو نگاه کنه، رو راست کلیک میکنید، یه قدمم میره جلو، نمیخوام این قدم رو به سمت جلو برداره، فقط میخواستم صورتش درست شه. بازگشت رو که بزنی برمیگرده سر جای اولش. میخوام چپ رو نگاه کنه، یه بار کلیک میکنم، صورتش سمت چپ شد، بازگشت رو میزنم میره سر جای اولش که با موس گذاشتم. این نکته ها خیلی مهمه. مثلا هواپیما میخوام بگم فقط صورتش سمت راست بشه. خب راست شد، یه بار کلیک میکنم برگرده سر جاش. اگه میخواین چپ و فقط
صورتش رو درست کنی، حرکتی نکنه، یه بار کلیک میکنید، یه قدم که رفت جلو، بازگشت رو میزنید میاد سر جای اولش. این نکته ها خیلی مهمه، دقت کنید همیشه که به